ها ببینید سورسینگ فرام چاینا پروداکت هانتینگ ما شما خلاص شد مکمل صحیح شده سر شما کار کنید و که کار نکنید پروداکت پیدا نکنید حال نمیشه که ذهن شما کار نمیکنه صحیح شده و پس از یاد شما میره رقمات اگر شما کار نمیکنید و استفاده نمیکنید و ذهن پس از یاد شما میره واسه چی میشه حالا میگیم سورسینگ فرام چاینا میکنیم یعنی کوشش کنید هر پروداکت شما که باشه فرست سورس از در چاینا که میباشه بازو خوبی باشه با کانتینیو سورس اول از چاینا کنید هر چیزی که باشه در چاینا بازی مکمل چند وبسایت است علی بابا است میدن چاینا است مکمل وبسایت است تقریبا 96 97% که ما شما استفاده میکنیم و علی بابا است صحیح شده که از طریق علی بابا ما شما یک کار میکنیم اما یک پروداکت است ما یک پروداکت سورس میکنیم یک پروداکت ما پاینل کردیم میام اینجا فور ایگزامپل اینجا ما یک پروداکت میگیریم child prop care مثل که چی هسته فور ایگزامپل child and broadcast merchants یک میگیرم و از اینجا سرچالی هم زیاد داره حالا ببینید این یک سلر جلا هسته این یک سلر جلا هسته خب این چی کار کرده این پیکاپ فون میپروشه ببینید این بیخی خیلی کم پارک داره در دیزاین یعنی این است که صرف باز دیزاین میشه که ما شما هم از طریق چه کنیم سپلایر هم میتونه که بر ما شما دیزاین کنیم صحیح شده شما اینجا میبینید بیخی کم پارک داره یعنی مکمل جلا سرلری لیست کرده اگر ما خیلی یک پروداکت هست که شاید یک چیز دیگه ما میگیریم سپیشال میگیریم ببینید این قدر فرق نداره چی کار کرده کم در این ویلیو اد شده شاید در این ویلیو اد شده در این چی هسته صرف یک دستک داده در این کم این رقم هستی را ببینید یعنی این قدر زیاد کدام چنجز زیاد نمیایی کم در یک چیز ویلیو کم اد میکنه در یک چیز زیاد میکنه حالا ببینید این قدر زیاد فرق نداره صحیح شده صرف در یک رقم ویلیو اد شده در دیگر رقم ویلیو اد شده حالا ببینید این پیک اپ 2 رقم جور کرده میبینی این رقم جور کرد این را ببینی این پیک اپ 4 کرد بله این رقم هم میشه که شما یکی دیگه رقم بگیری که یک چیز از کپی کنید یک از کپی کنید کم چی کنید یا خوب جنس جور کنید و خود سپلایر میتونه که چیکار کنه حالا ما میخوایم که ما سورس سازی کنم سورس سازی کدام طریق پیدا کنم از طریق چاینا صحیح شده از چاینا ما سورس سازی را پیدا میکنیم اول خویی هسته که ما اینجا میایم با علی بابا در علی بابا ما اینجا سرچ میکنم سپیچولا اینترنت سلو است حالا شما اینجا ببینید مکمل سپیچولا هر چیز که میاد اینجا پروداکت میاد پرایس از میاد ولی این رقم ما ریکامند نمیکنم صحیح شده یعنی یک وی هست که از طریق ما شما سرچ کنید ولی ما ریکامند نمیکنیم چی رقم از طریق هلیوم 10 اگزکت ریزالت ما شما میاد چیزی که ما میخوایم و جنس میاد صحیح شده از طریق هلیوم 10 اگر حال ببینید ما اینجا سرچ کردم زیاد یعنی ریورس سورسینگ هم هست که ما اینجا یک چیز سرچ کنم از طریق علی بابا ما پس ریورس سورسینگ میکنم از این طریق صحیح شده
یعنی هم یک ریورس سورسینگ است. فور ایگزامپل من میگم که شاید این پروداکت به آمازون زیاد سیل داره، بره به آمازون سیل چک کن. این ریورس سورسینگ است. خب ببینید حالا ما اینجا میایم، اینجا ما چی کار میکنم؟ اکس ری رن میکنم. صحیح شده؟ ببینید از اینجا حالا چیزی که ما اینجا میخوایم بودم پروداکت سیم سپلایر از این به ما میاد. اینجا اکس ری رن میکنم، نگونه که اکس ری رن شد. هلیوم 10 رقم تولز است که هر کاری ما شما میکنه. بله پنج سپلایر الان باید کلیک میکنیم. پروداکت بیا اول. خب ببینید این پروداکت اینجا آمد. حالا ما چی کار میکنم؟ پنج سپلایر آن علی بابا. چیپ کرافت محمد. اسپیچلا زیاد میفروشه. سجده اینجا ویو مور آن علی بابا. اول ما اینجا پروداکت انتخاب میکنیم که کدام یک پروداکت باشه، کدام یک پروداکت هست. باز میشه که سرازیم سری بازم سرچ آن علی بابا کنیم. صد میشه که یک پروداکت اگه فاینال کنیم اصلا از رو بگیریم در سریبرو بتیم از طریق قضو کنیم یک دانه رو پیدا کنیم طریق کل لیستینگ میکنیم. بله از این طریق هم میشه. خیلی یه استریپ ما فور ایگزامپل در این کاتگوری ما کار میکنیم. صحیح شده؟ استریپ ما در کاتگوری با شما نشان میدم. اینجا میشه ببینید ما استریپ همین پروداکت کلیک میکنم اینجا. پس ما بیک میرم با هلیوم 10. ببینید ما اینجا چیکار میکنیم؟ اکس ری رن میکنیم. اکس ری رن کنم باز از طریق اکس ری هم میشه. کمی نه وقت کو محب یک و 20 دقیقه نان میکنیم. خب مشکل نداره. به این خاطر ما چی کار نمیکنم که از صرف از سیم پروداکت نمیکنم، ولی شاید یک سپلایر باشه پروداکتی به من نشان میده، این به من نشان میده شاید یم میفروشه. صحیح شده؟ شاید وام میفروشه. به این خاطر ما از یک پروداکت نمیکنیم. اگر یک پروداکت جلو ما میکنم میره اوپن میکنم پایین خود هلیوم 10 سورس نشان میده از طریق میشه باز. یعنی باید در جمع کنیم استاد صحیح است؟ بله مکمل ما اکس ری ما اینجا رن میکنم. اگر شما او رقم میکنی یعنی او بازی رقم میشه که تایتل پروداکت کپی کنی در البابا چیزی که ما اول نشان دادم.
این به نظر شما استاد کدامش خوب؟ این بیخی خوب است ها. از این طریق است که هلیوم 10 شما مکمل کاتگوری سرچ کنید که هر پروداکت که اینجا براتون میاد مکمل سپلایر نشان میده. ولی بعضی وقت پروداکت یک سپلایر می باشه، اگر ما سیم اگزکت پروداکت سرچ میکنم شاید اون سپلایر دیگه هم میفروشه ولی اوس باز به من نشان نمیده. صحیح شده؟ او باز به من نشان نمیده. من میبینم که کدام یک در بین از است پروداکت خود باز پیدا میکنه. اول کار میکنم ولی ما شما کار میکنم سیم او اگزکت پروداکت میشه. او البته خود اپشن داره. یک بار میایم در البابا پیش از این ما شما کمی شاید شما که داشبورد البابا زیاد چی نداری برادت نداره کم داشبورد البابا برادت پیدا میکنه ما چی نبوده. خب ببینید اول پیش از اینکه شما در البابا میای یک اکانت اینجا برای خود جور کنید. بس بعدا جیمیل جور میشه. صحیح شده؟ یکی جور شده بس اکانت شما جور شده. بعد از این هر چیزی که شما سرچ میکنید این طرف ببینید. فور ایگزامپل ما یک پروداکت سرچ میکنیم در البابا اول زیاد آپشنز اضافه شده. من پس میارم. وقتی که شما نیو اکانت اوپن کنید باز اینجا نشان میده. الان ما در اکانت خود لوگین هستم و مکمل آلردی کرایتریا ما پورت کردم. صحیح شده؟ در لپتاپ ما اینو لوگ اوت کنم که چطور میشه ساین اوت میکنم. میره بیخی ساین اوت میکنم حال میاد با ما یک کرایتریا خود میده که خو یک قدر چی هم نیست ضروری هم نیست. یعنی صرف یک 4 استار 3 استار این چیزا به شما نشان میده. کاتگوری پوریو در کدام کاتگوری شما میخواهی ببینید اینجا کاتگوری نشان میده. صحیح شده؟ بعد از اگر ما اینجا فیلتر نشان میده کنزیومر ان الکترونیکس اگر شما میخواهی جولری کاتگوری اگر شما میخواهی آپلز کاتگوری هومن گاردن کاتگوری میخواهی از اینجا باز میشه که شما چه کنید مکمل هر یک کاتگوری که شما پروداکت میخواهی اینجا نشان میده. و در کاتگوری فور ایگزامپل هوم اند دکور ما میخوایم در هوم اند دکور به کدام پروداکت میخواهی هر یک پروداکتی که شما میخواهی بس یا فور ایگزامپل ما این میخوایم. ببینید حالا اینجا فیلتر نشان میده. ببینید فیلتر میگه علی بابا گارانتید. ما میخوایم که علی بابا گارانتید یعنی به این معنی علی بابا گارانتید به این معنی اگر من اینو کلیک کنم هر چقدر پیسه که ما پرداخت میکنم $1 هم از ما ضمانت هست علی بابا. یعنی اگر مکمل علی بابا به ما گارانتی میده. صحیح شده؟ هر پروداکت که شما خریداری میکنید در کاتگوری علی بابا از گارانتی میگیره. از پیسه ما شما کی گارانتی میگیره؟ علی بابا گارانتی میگیره. وقتی که ما پیمنت از طریق علی بابا کنم وقت یعنی سپلایر ما شما غلط این اپدیت نه آمد علی بابا گارانتی دی نه آمد در سال 2025 اما در سال 2024 نبود. از هر $1 ما شما کی است علی بابا گارانتی میگیره. در علی بابا چه رقم است؟ ببینید ما شما در آمازون کار میکنیم. در آمازون وقتی که جنس ما سل میشه دایرکت پیسه به کجا میره؟ به آمازون میره. بعد از چند روز آمازون به ما شما روان میکنه تا وقتی مشتری صحیح ساتیسفای شه. علی بابا می رقم سیستم داره. وقتی که ما شما پیسه پرداخت میکنیم به علی بابا تا او به سپلایر تسلیم نمیکنه. صحیح شده؟ وقتی که ما صحیح ساتیسفای نشوم این تقریبا 15 روز 20 روزی به سپلایر پرداخت نمیکنه. اگر پرداخت هم کنه پس میگیره. اگر یعنی به این خاطر زیادتر در 99% کیسز که است در علی بابا که شما اسکیم نمیکنه. به این خاطر نمیکنه او خود میترسه. او میگه که اگر ما جنس خراب میتم خب باز چی است که از ما پس ریترن میده. ریترن کی میده؟ علی بابا پیسه از ما میگیره پیسه به او روان میکنه جنس به ما توان میشه. صحیح شده؟ یعنی علی بابا ما گارانتی میکنه. ترید اشورنس چی است؟ یعنی یک سپلایر ترید اشورنس داره. صحیح شده؟ الان شما چی میگیم به ترید انشورنس نمیفهمید اینجا در افغانستان چی میگه. خب یعنی جواز تجارتی هر چیز که داره ما میگیم که یک سپلایر که ترید انشورنس نداره ما از جنس خریداری نمیکنیم. کوشش کنید که از هر سپلایر که شما جنس خریداری میکنید کم از کم و 1-4 سال سابقه داره. یعنی
he protected your orders in alibaba.com. ही از alibaba یک trade insurance گرفته. خود از alibaba میده. اگر ما این را کلیک کنم ما ایم کلیک کنم بازی اینجا میاد. صحیح شده؟ پایین که میبینی کاتگوری دیگه هم اگر شما میتی فور ایگزامپل ما میخوایم که وریفاید سپلایر باشه. سپلایر وریفاید باشه باز ما به وریفاید سپلایر کلیک میکنیم. صحیح شده؟ بازی نشان میده وریفاید نشان میده. بله امیر خماس بعضی دلیوری هم نشان میده که شما چی وقت دلیور میکنید دلیوری از کدام تاریخ شما میخواید که دلیور کنید یا میشه که شما اینجا فیلتر کنید مرج رزلت هم میشه اینجا که شما مرج بای سپلایر وی است استور ریویو هم میشه که شما چه رقم پروداکت استور میخواید که ریویو از پای باشه پور پایین بای باشه پور باشه این که پورم باشه مشکل نداره صحیح شده من که ام باشه فور ایگزامپل ام کلیک میکنم میگه که صحیح است پور باشه مشکل نداره حالا ما یعنی که پور سر باشه و نشان میده اینجا میبینید استور ریویو پور اگر ما میخوایم که صرف پایپ باشه باز پایپ نشان میده اگر ما میخوایم که صرف سپلایر وریفاید باید به ما نشان میده باز ببینید صرف سپلایر نشان میده که وریفاید باشه صحیح شده میبینی وریفاید اگر ما میخوایم که ریویو صرف ازی باشه 4.5 باشه صرف بو به ما نشان میده حالا ببینید صرف پور ریویو نشان میده که او چی هست 4.5 است میبینیم مکمل اون سپلایر به من نشان میده که مکمل ریویو ازی 4.5 است پروداکت فیچرز چی پروداکت فیچر اگر شما کاتگوری بس یه است صحیح شده حال کار بعدی ما شما خاله میکنیم یعنی دیگه استاد اسکم نمیشه اسکم نمیشه نه اسکم هیچ نمیشه هیچ 1 میلیون دلار ما اگر شما پرداخت میکنی از طریق علیبابا اسکم نمیشه 1 دلار نمیشه خب حالا ما چی کار میکنیم اینجا find supplier on alibaba ما کلیک میکنیم فور ایگزامپل این پروداکت است ما این پروداکت میخوایم حالا هر سیلر که وود این چیز جور میکنه اگر ما این عکس روان کنم او بر ما میگه که ما این برتن جور میکنم صحیح شده با چند جور میکنه چه رقم جور فور ایگزامپل این پروداکت است اگر شما اینجا کلیک هم کنی ببینید ما اینجا میام حالا اون پروداکت انتخاب شده ما اینجا پایین سپلایر علیبابا میکنم حالا سیم اون پروداکت به من سپلایر اون پروداکت به من نشان میده این پروداکت میفروشه صحیح شده اگر شما مکمل کاتگوری میخواید مکمل کاتگوری هم میشه که به شما چی میکنه نشان میده ما اینجا میام یو مور آن علیبابا ما اینجا میبینم که به چند میفروشه صحیح شده یک ون به ون ما اوپن میکنیم یس المایره میبینیم مایره چی میکنم اوپن میکنم یکی اوپن شده این میگه که از 100 تا 1000 کسی میگیره 0.49 از 1000 تا 10000 که میگیره 0.45 از یک کسی بالا میگیره 0.39 صحیح شده یعنی پرایس شد کوشش کنید که شما هیچ وقت یک سپلایر ولی با تماس نمیگیرید مالتیپل شاید میبینید سپلایر است ما کلی سپلایر پروداکت پیدا میکنیم پروداکت به ما میته 0.49 شاید چی خبر است که ما یک دو سه دادم سپلایر دیگه ببینم شاید پیش از باشه 0.40 یعنی 9 سنت پروفیت میاد صحیح شده شاید پیش از باشه 0.30 به این خاطر به یک سپلایر خود نمیفروشه علیبابا است زیادتر سپلایر میفروشه صحیح شده یکی است ببینید هر وقت که شما سپلایر اوپن میکنید ببینید که تجربه از کم از کم 4 year باشه صحیح شده این چند تقریبا 4 سال تجربه داره 4 سال نداره زیاد داره 15 سال داره ما امروز صحیح نمیبینم خب حداقل 4 سال تجربه داشته باشه صحیح شده باز پایین ما میایم ببینید پرایس رو چک میکنم پس میرم سپلایر دیگه رو میبینم خب این خوشید فور ایگزامپل ما این سپلایر فاینال کردم صحیح شده یعنی ما کرای سپلایر تماس میگیرم یه فاینال نکردم تماس میگیرم این جنس میفروشه ولی باز نیگوشیشن میشه کوشش کنید که شما زیاد نیگوشیشن نکنید که بور کم است باز کیفیت جنس شما رو خراب میکنه کنید کم یعنی بیخی زیاد نکنید اگر شما میگید که به 0.80 بر شما به ما پیدا تمام شوی برتن میده کوی است که باز کیفیت جنس شما خراب میشه این هر رقم جنس که میخواهید جنس جور میکنه علی بابا هر رقم جنس که شما میخواهید بله در استارت زیاد شما چیزی نکنید حالا ما میخوایم که ما کرای سپلایر تماس میگیریم یک است ببینید ما اینجا میام صرف اینجا کلیک میکنم دایرکت وبسایت از اینجا اوپن میشه ببینید وبسایت از چی شده اینجا اوپن شده علی بابا 200 تا پرایس بده نو مکمل پروداکت اخلو
دلته پروډکټ پرچیز کوو این وبسایت مثل بعضی یه از او سپلایر است سپلایر صحیح شده میگه علی بابا میه یه سپلایر است من اینجا واتساپ نمبر از پیدا میکنم واتساپ نمبر تقریبا در علی بابا یعنی 95% سپلایر که از مکمل واتساپ نمبر داره صحیح شده او واتساپ نمبر حتما داره هو واتساپ نمبر از این از طریق این ای است این بس خود با نمبر واتساپ هم است اگر شما از طریق میسیج میخوایم و دایرکت واتساپ نمبر بهتون پرداخت میکنیم اول خو است که ما واتساپ نمبر از پیدا میکنم از طریق واتساپ ما مکمل تماس میگیرم کار از میبینم کی بچن میته ببینید ریورس شد به این معنی که یعنی فور ایگزامپل یک پروداکت است ما اینجا پیدا کردم میبینید که شاید این به امازون خوب سیل داره به امازون سرچ میکنم این باشه شاید این باشه سو این ریورس سورسینگ است حالا ما میایم که از می سپلایر ما تماس میگیرم که بچن میته اول خو یه رای است که از طریق ایمیل شما تماس بگیرید از طریق چت ناو شما تماس بگیرید کانتاکت به سپلایر کنید شما از طریق تماس میشه شما تماس بگیرید صحیح شده و این آپشن داره نه یا سری بله. وبسایتش پیش بریم. بله یه از طریق علی بابا است این وبسایت که است این علی بابا خود پروتکت میکنه ببینید صحیح شده ما خود در داخل وبسایت علی بابا هستم بیرون از خود نیستم و در داخل علی بابا سپلایر یه چی هستن که ما یه پروداکت اوپن کردم اول کوشش کنید که از اینجا شما مارکت انتخاب کنید این رقمش که اینجا افغانستان میاد باز افغانی جا کرنسی نشان میده اگر اینجا پاکستان میاد باز کرنسی پاکستان نشان میده من این پام بکدم ایمیل ما ایرا لوگین کردم حالا زیادی ما رفته که ما پس کنتینیو از گوگل میکنم کاش ما کنتینیو از گوگل کنید زیادی ما رفته که ما بکدم ایمیل لوگین اول یک اکانت جور کنید صحیح شد ما لوگین شدم خب چه رقم باید شما تماس بگیرید تماس باید چه رقم بگیرید کوشش کنید که واتساپ نمبر از پیدا کنید واتساپ نمبر رو خود باید تعمیر صحیح شده مکمل پنل بیت واتساپ کنید آخر که پیسه پرداخت میکنی از طریق وبسایت علی بابا پیمنت لینک روان میکنه بوگ از طریق سایت علی بابا روان هیچ وقت پیسه از طریق واتساپ پرداخت نکنید ولی باز علی بابا عزیز ما نمیگیره اگر شما از اینجا پرداخت میکنی این مسیج است صحیح شده ما اینجا میام چت ناو باز مکمل کار شما آخر پنل کار از طریق چت ناو کنید فور ایگزامپل ما بازی میگم ببینیم این سپلایر است که ما کلاجی تماس هم گرفتم آلردی اینجا بر ما میگه ببینید بالا که ما صحیح کنیم چی میگه یک سوالات هست که ما پیش دارم Hi, this is logistic. Nice to meet you. Do you need a logistic code for imports goods? اگر شما در بین از کدام چیز داری باید میشه که اینجا پرسان میبینی here is WhatsApp number میبینی این واتساپ نمبری پایینم بود این واتساپ نمبر اصل واتساپ نمبر باید شما دایرکت تماس بگیرید زیاتر چیزا از این واتساپ نمبر میخوای به خاطر این واتساپ نمبر آلردی داده بعضی است پول کانتینیوز LCL چند میکنه GDP چند میکنه ولی DDP که است یعنی کوشش کنید که وقتی که شما آمازون میکنید در آمازون شما DDP کنید DDP به این معنی که مکمل تا ویرهاوس شما تا پرسنتر شما خود هم سپلایر چیز میبره صحیح شده تاکسی پرداخت میکنه گمرک هر چیز یعنی بله کل مسئولیت این میگیره این تقریبا زیادتر آمازون که سلر که تقریبا 99% DDP میکنه DDP معنی دلیوری دیوتی پوینت صحیح شده یعنی هر پوینت هر جایی که شما میتی به اونجا پروداکت شما خودی شپ میکنه فور ایگزامپل در امریکا ویرهاوس آمازون نشان میتی به ویرهاوس آمازون شپ میکنه کدام پریپ سنتر در امریکا نشان میتی اونجا شپ میکنه مکمل کار خود خلاص میکنه از سپلایر تو پریپ سنتر هر چیزی که هست نه در آمازون ما شما دایرکت روان نمیکنیم به خاطر بعضی پریپ سنتری را جور میکنیم پیک میکنیم لیبل میکنیم این کار میکنیم کمتر به سپلایر که ساده رسید علی میکنه اوه خب دیگه این چی هست خودم سپلایر که هست این کار میکنه صحیح شده ولی در البابا خود پراید پرووایدرز آپشن ما هم کار میکنیم معلومه که اگر ما سریک سپلایر شپ نمیکنم از طریق کدام کریر دیگر DHL باشه کدام دیگر باشه و خود در علی بابا است
من اینجا مسیج میکنم ببینید دایرکت کوشش کنید که شما با های هواریو شروع نکنید. صحیح شده؟ من اینجا میگم یعنی از طریق مسیج اگر شما تماس میگیرید دایرکت با های هواریو شما مسیج خود شروع نکنید. چی رقم کار کنید؟ چی رقم که شما پر برند یک خود تمپلیت جور میکنید، پر البابا رقم تمپلیت جور کنید. فور ایگزامپل من اینجا میام در چت جی پی تی، یعنی به خاطر اینکه وقت شما ضایع نشه، این خود مصروف میباشه سپلایرها. اگر به شما وقت میده جواب میده یک بار، اگر شما های میگی او برتن میگه که یس ایم گود، صحیح شده؟ من میگم مای نیم از پلانکای برتن میگه که یعنی وقت ضایع میشه ماشون. دایرکت با هدف میم هدف مکمل اکسپلین میکنه که ما این معلومات میخوایم و مکمل یک ایمیل برتن میگه به پرایس به فاینال پرایس هست. اگر میشه که شما نیگوشیشن ویز پرایس میکنید کم زیاد میشه، یعنی دایرکت با پوینت ما شما باید بیاید. اگر سری که واتساپ هم باشه، اگر این جمع باشه، صحیح شده؟ فور ایگزامپل ما اینجا میگیم که kindly write an email template for purchasing product wooden spoon. باز اینجا پروداکت اینجا نوشته کنید، هر پروداکتی باشه. اینا wooden spoon Ali from Alibaba supplier, from Alibaba supplier. باید خودتان ادیت کنید. صحیح ببینید مکمل خود بر ما مکمل تمپلیت جور کرد. چی میخوایم؟ ما پروداکت اسپسیفیکیشن میخوایم که سایز باشه، تایپ باشه، ای باید چین باشه، این روان کنه، مینیمم آردر کوانتیتی، ام کیو، پرایسینگ پر یونیت دیفرنس. اگر این شما چیز میخواید کم کنید یا زیاد کنید. صحیح شده؟ پیمنت تاون خود یک بر ما یک تمپلیت جور کرد. My name is Plankay and I represent your company, a company based in we are interested in purchasing quality products. صحیح شده؟ یعنی یک تمپلیت شده. ما دایرکت تمپلیت کپی میکنم در ورد فایل سایت جور میکنم، میایم تمپلیت اینجا روان میکنم. ببینید سپلایرهای البابا بیخی با آسانی به شما ریسپانس میده. اگر ما اینجا های نوشته کنیم، ببینید اینجا نوشته است ان رید. این که رید شوه بعضی وقتی نشان میده رید نشان میده، روت تک نشان میده. میبینید اینجا پلن چی نوشته است؟ ان رید. این که رید شوه بعضی اینجا چی نشان میده و باز به شما رید نشان میده. اگر از اینجا هم روان کنید، شما تمپلیت روان کنید، از طریق واتساپ هم روان کنید، تماس بگیرید. اگر میخواید که شما کانتاکت سپلایر از طریق ایمیل کنید، ایمیل خودم داره. صحیح شده؟ خو از ایمیل کدره خوب است که شما از طریق چات تماس بگیرید و از طریق واتساپ تماس بگیرید. این زود ریسپانس میاد. صحیح شده؟ کانتاکت سپلایر از طریق میشه که شما سپلایر کانتاکت بگیرید، ولی زیاتر تقریبا 99% سلرها که است از طریق چات ناو و واتساپ تماس میگیره. میشه مکمل کار شما با واتساپ فاینال کنید، مکمل دیل به واتساپ فاینال کنید، پیمنت از اینجا پرداخت کنید. بس سری بگو که پیمنت لینک روان میکنید از طریق میسیج از اینجا. بله صحیح شده؟ خب یک خویه شده. حالا ما چی کار میکنیم؟ ببینید ما میخوایم که هر کس، هر سلری که هر سپلایر که کدام جنسی که ما میخوایم که او میپرشه، باید او خود به تماس بگیره. او خود باید به ما میسیج کنه که ما این پروداکت دارم. صحیح شده؟ یه خویه است که وان بای وان ما شما اینجا چک میکنه. صحیح شده؟ وان بای وان ما اینجا چک میکنه که این میپروشه. صحیح شده؟ این بچن میته. صحیح شده؟ فور ایگزامپل میاد به 0.32 الف پیش ازی بود 0.39 شاید یازی قدرم کم کنه. صحیح شده؟ بعد سپلایر میبینیم. حالا ما این پروداکت میخوایم، ما میگم که هر سپلایر که پروداکت میپروشه باید خود دو ما تماس بگیره که این پروداکت پیش ما است. بیخی یک خوب زبردست متد است. صحیح شده؟ بیخی یک زبردست متد است. ببینید ما اینجا میایم، اول لوگین میشم، ساین این میشم. از طریق گوگل شما یک چی جور کنید، از طریق گوگل اینجا خودتان اکانت جور کنید. صحیح شده؟ اکانت ما جور شده به هر جیمیل که است. خواهی با پروفیشنال کنیم چیزا مشکل نداره، با پروفیشنال میکنید، کدام مشکل نداره، جیمیل باشه کدام مشکل نداره. خب ببینید اینجا ما میایم RFQS، ما اینجا کلیک میکنیم. اینجا که ما کلیک کنیم
post RFQ. Please enter product name. Product name شما چی است؟ هر نام product است اینجا شما چه کنید؟ product name است. For example من میگم که ice cream ice cream scope میگیم. صحیح شده؟ For example یه ice cream ماشین شده. هر چیز که است مشکل نداره. صحیح شده؟ ice cream ماشین برای ببینید این خود اصلا ای آی خود چی میکنه مکمل اگر شما پیش شما آلردی جاست خب مکمل تایتل از این کپی کنید مکمل دایمنشن از این کپی کنید هر چیز کپی کنید صحیح تایتل کپی کنید میشه که شما مکمل یک دیسکریپشن از این کپی میکنید تایتل کپی میکنید نوشته کنید خودتون صحیح شده یعنی که ای آی خود دایرکت متن نوشته کنه ال ای آی هم میشه که اینجا بهتون چیکار جور کنه ببینید هیچ چیکار کرده ای آی خود به من نوشته کنه product specification capacity large type voltage قدر باشه یک آیس کریم ماشین خود ای آی نوشته کرد اگر پیش ما اینفارمیشن می باشه اینجا خب از اینجا ما خود کپی میکنیم صحیح شده یا ای آی هم این کار میکنه پست ریکوست میکنه من چی میکنم پست میکنم ولی ببینید پست میشه یکی پست شده خب اینجا ببینید اینجا ما چی کار میکنم اینجا ما عکس پروداکت کپی میکنم چی میکنم میارم اینجا عکس پروداکت هر پروداکت می باشه فور ایگزامپل این پروداکت است من اینجا میام amazon.com که می سپلایر عکس ببینه صحیح شده فور ایگزامپل یک پروداکت است ال مای پروداکت عکس از این پروداکت ما میگیره عکس از این پروداکت سیو میکنم میارم اینجا عکس اپلود میکنم صحیح شده فوتو اپلود میکنم فور ایگزامپل این فوتو شده ما اینو چی میکنم اینجا میارم خب چند کوانتیتی شما میخواهید 1000 میخواهید 2000 میخواهید چقدر کوانتیتی میخواهید سورس کوانتیتی بزنم میگم که 100 صحیح شده اگر میخواهید که با پیسز ای پارسال پلتس پیرز پکس چی میخواهید ما با پیسز میخواهیم صحیح شده اگر شما با پلت میخواهید پلت نوشته کنید اگر شما با پارسال میخواهید پارسال نوشته کنید اینجا میام یک غلط پست شده پست ریکوست میکنم سر یک عکس باشم از اینجا از گلری بگیرم فایدم فلی است یهی میگیرم پست ریکوست میکنم حالا هر که ببینید اپلود سکسسفول این میگه پلیز انتر یور دیتیل ریکوایرمنت میگه چیزی که شما میخواهید او عکس باید باشه صحیح شده به این خاطر رید آمده میگه چیزی که شما میخواهید عکس و چیز نیست چیزی که شما میخواهید تو این پست شده حالا هر کس که داره بله او خود با شما تماس میگیره طریق ایمیل که ما این پروداکت دارم این جنس ما دارم شاید در جریان 48 ساعت 10 دانه سپلایر که شما تماس بگیره صحیح شده یعنی خو از هر طریق شما استفاده کنید از این طریق استفاده کنید از اون طریق استفاده کنید تمپلیت مکمل از طریق ای اجرا میکنه ببینید این رقم نیست چیزی که چیزی کدام رقم که شما فکر میکنید این بیخی زیاد میخواد که جنس خود سلز کنه این خالی بابا است خود کمپانی است صحیح شده این خود کمپانی است ولی رقم نیست که با شما بیخی اگر با یک کلیک به شما جواب میده ریسپانس میده یعنی در سورسینگ کدام تکنیکال چیز نیست ولی سورسینگ بود صحیح شده این سورسینگ است در سورسینگ کدام چیز خاص تکنیکال نیست که ما براتون میگیم که ولی کدام تکنیکال مهم پروداکت است که پروداکت صحیح پروداکت هند کنیم باز در سورسینگ چیزی نیست این سورسینگ است چی خب الان ما شما میگیم که میخوایم که ما یک کوی است که خود سپلایر براتون شپ میکنه اگر سپلایر شپ میکنه خوب است نسبت به که اثری که پرایت پرورد شما شپ میکنی اگر زمینی شپ میکنی الما میگیم یا ولی بابا پس
حالا میخواین که جنس خود چی کنم شیپ کنم. اینجا نوشته میکنم پرایت فورواردر. این مکمل پرایت فورواردر است. ببینید DHL UPS FedEx اگر شما میخواهید که هوایی هم شیپ کنید که لازم میشه که شما کانتکت بگیرید، اگر زمینی هم از طریق لانچ هم میشه و کشتی و این چیزا از این طریق میشه. ببینید یه هم از طریق لانچ شیپ میکنه هم از طریق که شیپ میکنه. صحیح شده. باز ما چی میکنم که راځي تماس میگیرم چت ناو میکنم با این میگم که ما اینقدر جنس ما است ما را شیپ میکنم فور ایگزامپل DDP شیپ میکنم از چاینا سورس ما است سپلایر ادرس میتم. ببینید اینجا مینیمم آردر کوانتیتی از چند است 3 کیلوگرم است. میگه اگر 3 kg باشه جنس شما من مثلا فورورد میکنم. باز میشه که شما اینجا مسیج ناو کنید. صحیح شده. یعنی پر کیجی 0.20 تا 0.50 میکنه. باز تماس هر چقدر که شما میخواهید اینجا کوانتیتی ما اینقدر است. صحیح شده. ببینید هر چقدر که ما اضافه میکنم. اوکی بعد از این ما چی کار میکنم؟ میام که از سند انکوایری میکنم یا چت ناو کلیک میکنم. صحیح شده. اگر چت ناو ما کلیک کنم ما که از تماس میگیرم باز چی کار میکنم؟ خود دمی این پرایت پرووایدر که است ما ادرس سپلایر میتم این اونجا میره. این خود در علی بابا است. این خود در علی بابا است مربوط علی بابا میشه. خود جنس ما شما پیکاپ میکنه از سپلایر خود دمی پرایت پرووایدر اونجا میره. جنس ما شما رو پیکاپ میکنه بس میاره خود شیپ میکنه. صحیح شده. ولی ما ریکامند میکنیم کوشش کنید که شما اگر خود سپلایر شیپ میکنه او خوب میاد. صحیح شده. اگر یک دو سنت کم و زیاد بیا باشه صحیح است. اگر او بیخی زیاد فرق بود $1 نیم دلار و 50 سنت قدر فرق بود باز میشه که از طریق پرایت پرووایدر از طریق هم شما چیکار کنید شیپ کنید. یعنی شیپینگ از کدام مشکل نداره. صحیح شده. این مکمل چقدر پرایت پرووایدر است. این مکمل در امریکا شیپ میکنه. حالا ببینید DHL از DHL بچن شیپ میکنه. این از طریق لانچ شیپ میکنه. ببینید از طریق کشتی هم شیپ میکنه. از طریق ترین هم شیپ میکنه. یا از طریق ایر شیپ میکنه. سو اگر ما میخوایم که از طریق ایر شیپ کنیم از طریق ایر تماس میگیریم که ما از طریق ایر را شیپ میکنیم. از طریق طیاره اگر میخوایم که ما از طریق کشتی را شیپ میکنیم باز میگه که در طیاره در چند روز میرسه، در کشتی در چند روز میرسه، در ترین در چند روز میرسه. یا هر یک برتر قیمت هم برتر پرایس لیست هم روان میگه. مشکل چی شد بازی‌ها مکمل ریسپانسیبیلیتی میگه. هر مشکل قیمت ریسپانسیبیلیتی میگه. بعضی مکمل یک لیست برتن روان میکنه. نو لیست روان میکنه که شما کدام طریق میخواهید که شیپ کنید. فور ایگزامپل در او DX است و DHL مکمل خب کوشش کنید که شما DDP کنید. DDP یعنی جنس شما ولی نمیشه که ما یک نفر در کاستم روان کنید که اونجا کار کاستم ما خراب کنیم. نمیشه که ما اونجا یک نفر با سمندر با روان کنیم که اونجا جنس چگونه پیک کنه بگیره. خو یک چیزی شما کار زیاد طولانی میشه. حالا ما مکمل قرارداد گپ میزنه که جنس ما باید به ویرهاوس ما میرسه. مثل به ویرهاوس شما تسلیم میکنه. DDP میکنه. صحیح شده. ببینید مینیمم کوانتیتی از چند است؟ 10 کیلوگرم است. اگر جنس شما 2 کیلوگرم است یک سپلایر پیدا کنید یک پرایت پرووایدر پیدا کنید که ویکی از چند باشه 2 کیلوگرم است. یا اگر 20 کیلوگرم است سوی رقم باز می از این چت ناو کلیک کنید. اگر کدی از تماس میگیرید یا از طریق واتساپ هم میشه که شما از طریق تماس بگیرید. اینجا طریق دایرکت چت هم میشه که شما تماس بگیرید. ببینید من اینجا نوشته میکنم. هر چیزی که باشه اون مکمل نوشته میکنم. هر چیزی که باشه باز تماس میگیرم که جنس ما به چند چی بود. بعد خود میره رقم نمیشه که سپلایر جنس میاره. نه این خود میره اونجا جنس پک میکنه بس روان میکنه جنس شما هر جایی که ادرس شما باشه. این بود سورسینگ ما شما که سورسینگ اثری که علی بابا چه رقم میشه. صحیح کدام سوال داره سوالاتم پرسان کنید. یا مثلا DDP delivery duty paid